وای بینه وای ریشو فاشا بینه او افتا بینه او باشه الوسو الوسو قدی او ریشو ریش پیشگی نمیفهمه دل ما به حضور میکنه همین مردک همین هم شوشیدو رنگ پشمک سر پیغمبر الله، سر اصحاب رسول الله، سر ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و سلم، سر ریشی که سنت الله هست. علما میگن که ریش فرض است، سنت هم نیست. چرا که رسول الله صلی الله علیه و امر کرده و امر دلالت به وجوب میکنه و الله میگه اطیع الله و اطیع الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه. پس این وقتی که پیغمبر امر کرد در تشریع، ای چی هست؟ ای فرض است، واجب است. تو سر فرض الله، سر واجب الله، سر ازی تو اشخندی و مسخرگی میکنی. اب الله و آیاته و رسولی کنتم، بودین شما تستهزئون، اشخندی میکردین. لا تعتذروا، برشان بگو که عذر مزر نکنین. خیلی چیست یا الله جزایشان؟ برشان بگو قد کفرتم بعد ایمانکم. برشان عذر مزر طلب نکنین، برشان بگو شما کافر شدین، شما بعد از ایمانتان کافر شدین. وای بینه وای ریشو فاشا بینه وای احوالا بینه اینا که دیگه اون بینا میخندنه اینا بینه هنگ شدم همی اومد نمیکرده دا ریشو پاشا بینده اوایو او والی وای بینو خیلی نیکی مردکی باشه که یک ریش پشکش بگیره خی چکم تر یوش بتوا میگی بریش فاش تولد چی نگیه جونی ما خفه نشد نه خفه نمیشم. ما خو یک ذره شوخ طبیعت هستیم، مذاقیستیم. این کافرای مذاقی میگن، فهمیدی؟ انما کنا نخوض و نلعب. الله متعال برشان میگه قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از این مردمایی که در کفریات مذاق میکنن سر شعائر ما مردم گفتیم ریش بان، ایدیش امر الله هست. یگان تاش باز میگه من در نقش بازی میکردم و مسخرگی میره میکنن، در نقش کافر میشه. حالا سریالا بسیار مردم ها کافر میشه. چرا؟ برایش نقش یک مشرک میده، بازی میره گپای مشرکانه میزنه، گپای کفری میزنه. بعضی کسا ولی کسی یک گپ کفری رو میزنه، بازی جانب مقابل رو چی میکنه؟ لایک میکنه. لایک چی مانه؟ یعنی ما مثل تو هستم. دینیم یک لایک خودی کافر میشه. یک لایک خود یک کسی کافر میشه. چرا مثلا تو یک چیز داری نه؟ یک لایک بهش یک کس بسیاری که میگن لایک چیست؟ خیلی یک کلکک زدی. نه، این کلکک بسیار خطرناک است. یا کس منشتا میکنه که یک لک قرضدار است، تو میگه تو میگه کلک تبان اینجا نه، انگشت تبان سایز نه، هم یک انگشت که موندی دیگه روز مرد کمی برده محکمه یک لک پس پیشت میگیره. حالا فعلا که وقت بایومتریک میشه می انگشتا رو میگیره، میگه بانی دو انگشتک تا تو که از می انگشتک چقدر لایک کرده رفتی، یک دفعه میبینی که 100 دفعه کافر شده. 100 لایک کفری. حالا خود شبکه هاست، حالا خود جنگ است، جنگ فکری است. در جنگ فکری چی میکنه؟ بسیاری کسا به نام مسلمان ها در بین مسلمان ها تخریب میکنه. های جانومه در این زنه من جانومه من ریشه را گرفتن یک کچکل شدم 10 سال شدم زنک در حقیقت مردک در حقیقت یوش میتوی مردک نمیشه که هر بیگه پیش خو رشته تروشی که 10 سال 20 سال دیگه در نظرم یوش توی